شام جمعه 23 آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 21:00 دقیقه در عین اوج جشنواره بخشیده به 650 سالگی شهر زولنگن در سرزمین ریل شمالی آلمان در میدان مرکزی این شهر یک مرد ناشناس با کارت به ازدیام حمله آورد. پلیس دیوسلدورف که زولنگن نیز در حدود مسئولیتش قرار دارد صبح 24 آگوست خبر داد که در نتیجه حمله 3 نفر کشته شده 8 تن دیگر زخمی شدند. 5 نفر آنها در حالت وزنین قرار دارند. جنایتکار توانست از جای حادثه فرار کند. شخصیت او هنوز معاین کردن شده است. پلیس جستجوی جنایتکار را ادامه داده ایستاده است. صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز 24 آگوست در شبکه ایکس یا توییتر حمله در زولنگن را محکوم کرد. شولز این حمله را حادثه مدهش نامید و گفت از این حادثه سخت برکت آمده است. صدر اعظم آلمان در اظهاراتش گفت جنایتکار باید هر چه زودتر دستگیر گردیده به جزای سنگین کشانده شود. جشن 650 سالگی زولنگن که باید تا 25 آگوست ادامه میافت بیکار کرده شد. از ساکنان خواستند که در مرکز شهر جمع نشوند. تیم کورزباخ شهردار زولنگن در فیسبوک نوشت ما هم اهل زولنگن از این حالت در شوک، دهشت و اندوی عمیق قرار داریم. ما میخواستیم عید شهرمان را جشن بگیریم ولی حالا برای کشته ها و زخمی هایمان اشک میریزیم و ماتم گرفتیم. از اینکه شهر ما دچار حمله شد قلب من به درد میآید. وقتی درباره اونهایی که از دست دادیم فکر میکنم اشک در چشمانم حلقه میزند. من برای زخمی ها دعا میکنم که این لحظه ها برای حفظ جان خود با مرگ مبارزه میبرند. ماه یونیو سال 2024 در شهر منهیم در غرب آلمان یک جوان 25 ساله زاده افغانستان به اشتراکچیان راهپیمایی طرفداران جنبش ضد مسلمانی حمله آورده بود. در نتیجه چند نفر جراحت برداشتند. یک افسر پلیس که میخواست مانع زنوزنی شود به هلاکت رسید. در پی حمله منهیم در حکومت آلمان پیشنهاد مطرح شد که پناهجویانی را که طرفداران عقیده های افراطی اند یا در قلمرو آلمان دست به جنایت میزنند به کشورهای زادگوهشان اخراج کنند. به احتمال غالب بحث اخراج پناهجویان از آلمان در پی حمله زولنگن دیگر باره افزایش خواهد گرفت. آلمان تا کنون یک کشور عمده پناهجوپذیر در اروپا به شمار می رود. هر سال تا 200,000 پناهجو را میپذیرد. از 83 میلیون شهروندان آلمان 22 میلیونش مهاجران سابق یا فرزندان عائله های مهاجرند.